طارمی در لیست فروش. به گزارش وبسایت اسپانیایی ویتاخز، اینتر به رقابت برای جذب صلاح به عنوان بازیکن آزاد پیوسته و آماده است آرناتوویچ، طارمی و خواکین کوریا رو برای ایجاد فضای لازم در دستمزدهاش بفروشه. پیشنهاد خوب به پرز. به گزارش دفنس سنترال، لیورپول میخواد برای جذب شوامنی از رئال گراونبرگ به اضافه 30 میلیون پوند رو پیشنهاد بده. از خرید خبری نیست. به گزارش اسکای اسپورت، روبن آموریم میخواد تا پایان فصل با بازیکنان فعلی یونایتد ادامه بده و قصد نداره در ژانویه خریدی داشته باشه. لیگ هنوز تموم نشده. به گزارش تلگراف، گواردیولا باور داره حتی در صورت شکست مقابل لیورپول هم لیگ براشون تموم نمیشه و اونا میتونن به کورس لیگ برتر برگردن. ناامید نه، ناراحته. کوپه گزارش کرده امباپه خودش از وضعیت موجود خیلی ناراحته و خودش رو مدیون رئال میدونه. اون ناامید نیست، اما